بهترین روش کلاهبرداری تضمینی رو میخوام بهت بگم. چند روز پیش توی واتساپ یه پیغامی برای من ارسال شد از طرف یه شخصی که من اصلا نمیدونستم طرف کی هست. اینجور موقع ها بهترین کار باز نکردن پیامه، چون این اشخاص میان یه جوری تله میذارن تا شما رو توی تله خودشون بندازن. ولی از اونجایی که من سرم درد میکنه واسه همینجور موضوعات، پیامو باز کردم و خوندمش. خلاصه چشتون روز بعد نبینه. توی پیغام جوری جلوه میداد که انگار میخواد این پیام برای یه نفر بفرسته که شامل یوزرنیم و پسورد یک کیف پول دیجیتالی یا ولتی هستش و انگاری که این پیام رو اشتباهی برای من ارسال کرده بود. خلاصه چشتون روز بعد نبینه. آدرس وبسایت این پایین گذاشته بود. من دو دل بودم که سایت رو بازش بکنم یا بازش نکنم. حالا چرا نمیخواستم بازش بکنم؟ چون اکثر اوقات شما موقعی که یه وبسایت رو باز میکنید ممکنه، تاکید میکنم ممکنه، یه سری از اطلاعات شما رو بدزده، یه سری کوکی های شما رو بدزده. به خاطر همین از اونجایی هم که دلم میخواست بازش بکنم تا بیام تحلیلش رو برای شما بذارم و اصلا بدونم چی هست، وارد تب پرایویت مود فایرفاکس هم شدم. وقتی شما با حالت پرایویت مود میرید دیگه از کوکی ها و سشن های گذشته‌تون استفاده نمیکنه. پس میدونستم که دیگه سایت نمیتونه اطلاعات منو بدزده. البته تاکید بکنم ما همه اینا 100% نیست، ولی خب ما سعی کردیم که امنیت خودمون رو تا حد زیادی بالا ببریم. یوزرنیم و پسورد رو وارد سرچ باکسش کردم. خیلی جالب بود برام که به محض اینکه من روی دکمه زدم وارد شد و هیچ تایید دو مرحله‌ای و SMS و اینجور چیزا هم نداشت، چون اکثر کیف پول‌ها به خاطر مسائل امنیتی مثل کیف پول والکس و خیلی جاهای دیگه از شما یه تایید دو مرحله‌ای هم میخوان. میگن که حالا SMSی که برای شما ارسال شده رو بیا داخل این مثلا کاد واردش بکن. واردش که شد خیلی جالب بود و این اون حس عجیبی که قرار سراغتون بیاد دقیقاً همون لحظه بهتون منتقل میشه. 1,500,000 خورده دلار بلنس این کیف پول بود. دقیقاً اینجا همون لحظه‌ای که وقتی شما میبینید چشات 4 تا میشه و کامل دیگه قدرت تحلیل و فکر رو از دست میدی. میگی وای، یعنی واقعاً اینو اشتباهی برای من فرستاده. باگ کار اونجاییه که میخوای این پول هنگفت رو منتقل بکنی به حسابت. نه اصلا هیچ مشکلی پیش نمیاد وقتی پول زیادی وارد حسابت بشه، اما اون موقعی که شما توی این سایت میخوای پول رو منتقل بکنی به حسابت، میگه یه پسوردی رو بیا وارد بکن که این پسورد در اصل پسوردیه که من مطمئن بشم که این حساب مال توه. یه همچین داستانایی خیلی جالبه بچه‌ها. این پسورد و موقعی که برای شما اون پیغام رو ارسال میکنه، اون پیغام کذایی رو ارسال میکنه، این پسورد شاملش نمیشه. پس به سرت میزنه، یا میگی ولش کن بابا بیخیالش بشم، یا اینکه به فکرت میاد که به ذره سایت رو زیر و رو بکنم ببینم آیا چیزی پیدا میکنم که بیام این مقدار پول رو حداقل یه بخشش رو جابجا بکنم توی حسابم. 0.1 هم جابجا بکنید بازم خودش کلیه دیگه بچه‌ها، میشه 150,000 دلار. همش این موضوع توی ذهنت میاد میره و این پول هنگفتو که میبینی و همش استرس اینو داری که نکنه بفهمه پیامو اشتباه فرستاده، پسوردو عوض بکنه. اینا همش میاد یه فشار روانی روی شما میذاره و یه فشار روانی روتون قرار میده که دست به عملیات و کارهایی بزنید که بعدش پشیمون میشید. حالا اون کارا چی میتونه باشه؟ یه مقدار که سایتو بالا پایین میکنی میفهمی که یه روشی هست که بتونی پولو جابجا بکنی به حسابت بدون نیاز به اون پسورده و این روش فقط زمانی صورت میگیره که شما بخوای بین 2 تا اکانت توی همین وبسایت پولو جابجا بکنی. جالبه نه؟ میاد توی ذهنت میگی خب کاری نداره که من برم توی این وبسایت ثبت نام بکنم، وقتی که ثبت نام کردم اطلاعاتمو آدرسمو ور میدارم میارم اینجا وارد میکنم و پول رو جابجا میکنم. بابا اینا پدر سوخته تر از این حرفان که بخوان یه قرون تو جیب ما بره. حواسشون خیلی جمعه، مخصوصا اون کسی که 1,500,000 پول داره. نمیاد اولا توی یه وبسایت اینجوری درب و داغون بخواد بذاره. حالا در مورد ایناش صحبت میکنم، بذارید تحلیل بکنیم سناریو رو بعدش بهتون میگم. پس بدونید اصلا این عوضی‌ها مطمئن باشید که هیچ وقت سوخت نمیدن. میاید توی وبسایت رجیستر میشید، حساب میسازید، همه چی هم اوکی، هیچ پولی هم از شما دریافت نمیکنه. میگی به به پول رو بیام جابجا بکنم، پسورد خودم هم که خودم دارم،
پس پولو از اون حسابی که پسورد رو ندارم منتقل میکنم به این حسابی که پسورد دومش رو دارم، بعد از این حساب خودم که پسورد دومش رو دارم منتقل میکنم به حساب اصلیم که میتونم ازش برداشت بکنم. چی کار میکنید اینجا؟ میایید همه این کارا رو انجام میدید دیگه، درسته؟ هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. مشکل اونجایی صورت میگیره که وقتی میای این انتقال رو انجام بدی، میگه طرف باید VIP 1 باشه. برای VIP 1 شدن هم نیازه که $50 پول بدی. $50. تو ذهنت میاد میگه خب بابا $50 چیزی نیست، حتی شده از این برابر قرضم بکنم $50 رو وارد این وبسایت میکنم که بتونم $1,500,000 رو برداشت بکنم. ولی دیگه من از اینجا بعدش دیگه انجام ندادم دیگه، چون اینجا قطعا دیگه آدم نمیاد پول رو بزنه دیگه. مشخصه که بعد از اینکه پول شما واریز میکنی میبینی که اون پول حالا یا جابجا نمیشه یا اگرم جابجا بشه بالاخره یه اروری میخوره دیگه، میگه آقا شناسه ولید نیست و فلان و بیسار. VIP 1 هم که خرید کردی پولش رو 2 دستی تقدیم این وبسایت کردی و دستت هم به هیچ جا بند نیست. 1000 تومن این وبسایت ها باج نمیدن به کسی. یکی از جذابترین روش‌های کلاهبرداری بود، ولی خب با یه مقدار زیرکی و یه مقدار حواس جمعی میشد فهمید که کاملا سناریوش فیک به نظر میرسه که پوله رو از ما بگیره. حالا این کجا تابلو بازیش در میاد؟ ببین اولا چرا یه نفر که $1,500,000 پول داره باید انقدر گیج باشه که بیاد پسوردش رو اشتباهی برای یه نفر دیگه بفرسته؟ این مورد اول. مورد دوم، چرا یه نفر که با اکانت نیجریه هستش یا حالا کشورهای اینجوری درب و داغون چرا باید بیاد یه پیغام فارسی رو برای من ارسال بکنه؟ این خودش دوباره شک برانگیزه. یه مورد دیگه هم که هستش اینه که یه نفر که این همه پول داره چرا باید بیاد پولشو بذاره توی یه همچین وبسایتی که انقدر درب و داغون به نظر میرسه؟ بعد بچه‌ها وبسایتشو خیلی خوب کار کرده بودن ها، یعنی حتی شما وارد تراکنش‌ها میشدی میدیدی طرف قبلا تراکنش داشته، برداشت داشته، یعنی ولی اینا همش به صورت فیکه ها. یعنی شما حتی تو خود وبسایت‌های خودمون مثلا دیجیکالا و اینا هم شما میتونی حتی بری رقم یک کالا رو تغییر بدی، نمیتونی خرید بکنی ازش، فقط میتونی به صورت کدی سورس کدی تغییرش بدی. HTML CSS دیگه میری کدش رو میزنی تغییرش میدی. این هم همون جوریه، یعنی یه سری عدد و رقمه که توی طراحی سایتش فقط اومدن ازش استفاده کردن. پولی نیستش در واقع. $1,500,000 رو به شما نشون میده، 1,500,000 خورده ای البته، ولی اون واقعا پول نیست. یعنی فقط یه عددیه که انگار مثلا من تو ماشین حساب بیام بزنم میگم آره من اینقدر پول دارم. اوکی، پس اینا همش دلیل بر این میشه که ما متوجه بشیم و دوزاریمون بیفته که حواسمون رو جمع بکنیم. اگه ازمون بخواد به هر نحوی توی این وبسایت پول بگیره، مطمئناً دیگه قراره با پولمون خداحافظی بکنیم. ولی خب میگم اون فشار روانی که میذاره رو آدم، اون پول زیادی که آدم میبینه و خیلی چیزای مختلف دیگه که بعدش به نظر قابل اعتماد خودش رو جلوه میده، اینا همش میاد کاری بکنه که شما یا من نوعی یا هر کس دیگه بیایم پولی رو وارد این وبسایت ها بکنیم، چون یکی دوتا هم نیستن، یه عالمه هستن، و باهاش خداحافظی بکنیم. خیلی 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 حواستون رو جمع بکنید، خواهشاً خیلی حواستون رو جمع بکنید. از این روش کلاهبرداری کم نیست، یه عالمه هستش و در آینده هم ممکنه خیلی بیشتر هم بشه. فقط شما باید قدرت تحلیل و قدرت رسانه‌ایتون رو بیشتر بکنید، یه مقدار دید امنیتی داشته باشین به مسائل و دیگه همه اینا رو دستشون رو میخونید دیگه، خیلی راحته. امیدوارم که هیچ کدوم از شما عزیزان درگیر همچین مسائلی نشید، یه قرون توی این جور ها از دست ندین و همین دیگه. موفق باشین. لایک، سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارید، انرژی بگیریم. دمتون گرم. عشقید.